با کلی مخلصان کانال سامبوی تیوی یکترینبورگ و با شما میخواستم که بفهم که این هتلی که شما برای ما پیشکش کردین در شهر دنقره میخواستم فهم که با کدام نمود علفها تیار کرده شده است. بعد علفهای بهاری میکنیم روشک، کربچک، شیبید، بوبینت، مدل و دیگه علفها میندازیم برای فصل بیاید. همینجا بیاید و طلب خرد. 27 سال شد من در اینجا کار میکنم. نام شما چی است؟ توجینیسو. توجینیسو. خاله جان شما 27 سال فقط به همین علفها میکنید یا که دیگر علفها را استفاده؟ به همین علفهای کوهی. بعد اجازت است که همه این علفها را یک جای کده و طلب کنید؟ به 7 نموده داره که داروگی میشه. 7 نمود کشید وجه داروگی میشه. بهترین و شما گفت زنید که در این ناحیه آدم‌ها بسیار میان برای اتالا خوردن یا یکی فقط برای پیستخری میبینن؟ همین خود دیدشان بیا میان اینجا مای کمپیر اتالا میخرن با میگردن به خونه‌شون میرن. تمام نفرانی که در غریبی از شما را تماشا دارد شما چی گفتن این برای اونها؟ و همه شمی تن ساعتی وقتشی خدا جان همه پرزیدنت در بالای سر ما نگاهون شود. خداوند کریم نگاهون شود که ما را همه در همین سال تینجه امونی گشته ما همه شکرانه داریم. 100 بار شکرانه داریم. بهترین و نفرانی که در غریبی است من گفتنیم که تاجیکستان اومدن البته دنقره شهر دنقره فراموش نکرده اومده از اتالاوی و خاله جان البته چشیده بد می‌دارن. سلامت باشین رحمت باشین.